بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. با اولین قدم‌هایم در جاده‌های صبح نام تو را عاشقانه زمزمه می‌کنم. کوله‌بار تمنایم خالی است و موج سخاوت تو همچنان جاری است. سپاس و ستایش از آن توست، سپاس و ستایش از آن توست که با چنگ خورشید بر پرده شب زده ای و روز را چون جلوه جبروت خیش بر عالم گسترانده ای. گرمترین سلام ها و درودها تقدیم به تک تک شما بینندگان عزیز. امید به این که در هر کجا از این کره خاکی صدا و تصویر ما را دریافت کنید، انشالله که صحیح و سلامت باشید. امروز هم در خدمت شما هستیم با برنامه زنده و مستقیم نگاه روز، برنامه‌ای که از شنبه تا چهارشنبه تقدیم میشه به شما بینندگان عزیز از شیراز جنت تراز. امروز هم خدمت شما هستیم. همونطور که میدونید یکی از موضوعاتی که خیلی توی برنامه نگاه روز بهش میپردازیم بحث اقتصاد مقاومتی است. با توجه به اهمیتی که این موضوع داره، امروز هم ادامه این مبحث رو در خدمت مهمان عزیز برنامه خواهیم بود با موضوع مقاومت اقتصادی در پرتو اقتصاد مقاومتی. و اما مهمان عزیز برنامه امروز جناب آقای دکتر جوکار هستند، عضو هیئت علمی و مدرس دانشگاه. آقای دکتر بسیار خوش آمدید برنامه نگاه روز. سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب به پیشگاه بینندگان فرهیخته و بزرگوار شبکه فارس. خدمت شما. درود بر شما. آقای دکتر جوکاری، مقدمه رو داشته باشیم از برنامه‌های گذشته. فکر می‌کنم که در سری جدید این دومین یا سومین برنامه هست که خدمت شما هستیم. یه مقدمه رو داشته باشیم از موضوعات گذشته. انشالله موضوع امروز که قرار هست به ویژه در مورد نقش خانواده و تک تک اعضای خانواده، پدر، مادر، فرزندان هم صحبت بکنیم. در موردش صحبت خواهیم کرد. انشالله که بینندگان عزیزم بیننده برنامه ما تا انتها باشن. 307112 رو هم فراموش نکنید. بله، خب واژه اقتصاد مقاومتی نخستین بار در سال 89 توسط مقام معظم رهبری در جمع کارآفرینان کشور در حوزه ترمینولوژی گفتمان‌ها و بورس گفتگوهای اقتصادی کشور جا گرفت و بله. در واقع وارد ادبیات سیاسی و اقتصادی کشور شد. بعد از اینکه این رویداد مهم اتفاق افتاد، تمام کارشناسان و تحلیلگران سیاسی و اقتصادی در صدد بر اومدن که تعاریف و تقاریر متفاوت و فراوانی رو در حوزه اقتصاد مقاومتی باز تعریف کنن و به هر حال فضا رو فراهم کنن برای رشد و نمو اقتصاد مقاومتی. بعد از تقاریر و تعاریف فراوان، مقام معظم رهبری در سال 90 در دیدار با دانشجویان یک تعریفی از اقتصاد مقاومتی ارائه دادن که این تعریف فضا رو بهتر کرد، تلطیف کرد برای اینکه این نهال نوپا بتونه زودتر رشد بکنه. بله. مقام معظم رهبری در دیدار دانشجویان فرمودن که اقتصاد مقاومتی اقتصادی است که در شرایط فشار، تحریم، دشمنی و خصومت دشمنان بتونه زمینه شکوفایی و استقلال اقتصادی و سیاسی کشور رو فراهم کنه. بله. خب بعد از فرمایش مقام معظم رهبری، رسانه‌های دیداری و شنیداری که در واقع عضو ناظر در جامعه هستند و دولت و ارکان حاکمیت هر کدام نقش خودشون رو در عرصه اقتصاد مقاومتی تعریف کردند و هر کدام به نوعی حضور پیدا کردند برای اینکه این شجریه طیبه نفوذ پیدا بکنه در اذهان و در قلب‌ها و افکار مردم. بله. و در خلال این راهنمودهای مقام معظم رهبری قطعا نهادی به نام نهاد خانواده که یک نهاد غیر رسمی در حوزه تربیت و تعالی فرزندان هست و جامعه هست، اولین نهاد هم هستی. بله، فرزندان بالاخره باش آشنا میشن. نقش سترگی در عرصه تعریف اقتصاد مقاومتی، اون هم نه به شکل تعریف تنها بلکه یک تعریف کاربردی کامل از اقتصاد مقاومتی باید ارائه بده. خب ما هم امروز در صدد هستیم که به نوعی انشاءالله فرصت فراهم بشه در این حوزه بیشتر صحبت کنیم. درسته. آیه حالا اکثر مسئولین، اکثر دوستان و عزیزان، مهمان‌هایی که به برنامه ما میان
و در مورد مسائل مختلف صحبت میکنیم، در مورد صرفه‌جویی آب صحبت میکنیم، در مورد فرهنگ سازی، در مورد مصرف برق صحبت میکنیم. به هر نقطه‌ای که میریم به جایی میرسیم که نیاز به بسترسازی و فرهنگ سازی وجود داره و اولین نقطه‌ای که میشه فرهنگ سازی و بسترسازی رو برای کودکان انجام داد اول خانواده، بعد مدارس و آموزش پرورشه. امروز میخوایم در مورد بخش خانواده صحبت بکنیم که فکر میکنم میتونه نقش بسیار مهمی رو ایفا بکنه. خانواده تک تک اعضای خانواده رو اگر بفرمایید ممنون. چشم. ببینید، من برای اینکه محمل بحث فراهم بشه و بسترسازی مناسبتری صورت بگیره برای شیب ملایم جهت ورود به بحث نقش خانواده در حوزه اقتصاد مقاومتی، یک پله میام جلوتر و نقش نهاد رسانه رو خیلی کوتاه مطرح میکنم. چون واقعا رسانه امروز معلم انسان ها هست و رسانه خودش معلم خانواده هست و نقش سترگی در تربیت خانواده میتونه داشته باشه. از رسانه یک پله بالاتر شروع میکنم تا برسم به نهاد خانواده. ببینید، نهاد رسانه میتونه با آموزش صحیح اقتصادی زمینه تغییر سبک زندگی رو از رویکردی به رویکرد دیگه تبدیل بکنه. رسانه. بله. رسانه. البته من وقتی صحبت از مقوله رسانه میکنم مستحضر هستن بینندگان فرهیخته که رسانه اهم است از تلویزیون، رادیو و شبکه‌های به هر حال اینترنتی. رسانه میتونه کتاب باشه، میتونه یک منبر در واقع موجودی باشه که در حسینی ها و تکایا هست و میتونه به هر حال هر چیزی که به هر حال مبین این نکته هست که رابطه بین گوش مخاطب رو ایجاد میکنه باشه. خب این رسانه ها هستن که امروزه رژیم غذایی مردم رو تبیین و تعریف میکنن. این رسانه ها هستن که مثل یک دانشگاه عمومی نقش بی‌بدیلی در تربیت اقتصادی شهروندان یک جامعه دارند. بنابراین رسانه یک نهادی است که واقعا جایگاه خاص خودش رو داره و امروزه پدر و مادر در خانه و فرزند خانه متأثر از رسانه تربیت میشه. و باید این نکته رو عرض کنم در ابتدای عرایزم که واقعا اگر خدای نخواسته این رسانه رویکردش یک رویکرد تخریبی و یک رویکرد غیر اقناعی داشته باشه و شبکه‌های ماهواره‌ای جایگزین رسانه ملی ما بشن در خانواده، قطعاً رویکرد ما هم یک رویکرد تخریبی اقتصادی خواهد داشت و رژیم مصرف ما یک رژیم مصرف آلینه شده خواهد شد و این خطر میتونه در بیخ گوش تربیت فرزندان ما واقعاً هویدا باشه که نتیجه اون هم این باشه که مدپرستی و شهوت پرستی و رقابت کاذب اقتصادی زمینه ای رو فراهم بکنه که فروپاشی و اضمحلال خانواده رو تسهیل بکنه. این هست که در ابتدای عرض کنم خدمت بینندگان عزیز و بزرگوار که این که چه رسانه‌ای ما داریم از اون استفاده میکنیم قطعاً اثرات این رسانه بر روی گوشت و پوست و عضلات رفتاری خاصه فرزندان نوپای ما که نهالی هستن در خانواده و باید رشد بکنن، این اثرات مخدوش و ملکوک زمینه متاسفانه سوء تربیت رو میتونه فراهم بکنه. بنابراین رسانه آقای دکتر اسخای میکنم اگر که میگیم رسانه نه هر رسانه، نه هر رسانه، بله مرادم همین هست که یک پلن بزنیم، یک تفکیک ایجاد کنیم بین رسانه ها. خب اگر رسانه رسالتش رو خوب بازکاوی بکنه و تعریف بکنه، اینجا نقش والدین در ادامه نقش رسانه باید دیده بشه و الا اگر رسانه یک فهوایی داشته باشه و والدین یک فهوای دیگری داشته باشن در حال تناقض با هم خواهد، این تناقض باعث میشه که شخصیت ها هم دچار پارادوکس بشن در حوزه اقتصاد مقاومتی. درسته. خب حالا آقای دکتر میخوایم به نقش تک تک اعضای خانواده، پدر وظیفه‌ش هست، مادر وظیفه‌ش هست. قطعاً خب مادر وقت بیشتری رو با فرزندان توی خونه میگذرونه و اینکه تا سنی که فرزندان بخوان به مدرسه برن قطعاً توی خانواده خواهند بود. نوع و سیستم زندگی هر کسی توی خونه متفاوت هست. امکان داره یه تعدادی بالاخره صرفه‌جویی رو مد نظر داشته باشن، خانواده صرفه‌جویی رو مد نظر نداشته باشه یا به تجمل گرایی رو آورده باشه. چقدر این سیستم زندگی میتونه تاثیرگذار باشه توی فرهنگ بچه‌ها به ویژه توی زمینه اقتصاد مقاومتی؟ خب مسلما نقش پدر و مادر یک نقش بی‌بدیل هست. مهمترین نقش پدر در اقتصاد خانواده این هست که هزینه‌های خانواده رو از راه مشروع و حلال تأمین بکنه.
در امتداد مأموریت پدر و در پایان مأموریت پدر این مادر هست که میتونه نقش سترگی در مدیریت خانه داشته باشه. یعنی این هزینه ها که سرریز شد و آمد در خانه، از اینجا به بعد نقش مادر به عنوان یک مدیر خانه‌داری نقش خودش رو جلوه‌گری میکنه. یعنی در واقع اینجا مادر باید مدیریت هزینه ها رو عهده‌دار بشه در خانه، که واقعا خیلی مهم هست. این مادر توی خونه این ظرفیت رو داره که سفرها رو مدیریت بکنه، این ظرفیت رو داره که مهمانی ها رو مدیریت بکنه و در واقع تقدم و تأخر نیازهای مالی خانواده در ید تصاحب مادر هست. بله. و ترشحات افکار مادر میتونه روی فرزندان و حتی پدر خانواده بشینه، چرا که وقتی مادر یک ایده ای داشته باشه در حوزه اقتصاد و یک نیازی رو احصاء بکنه در حوزه اقتصاد، به هر حال این نیاز به هر حال باید برآورده بشه به نوعی، و این مادر در هر حال این رهبری رو داره عهده‌داری میکنه. خب یه نکته رو باید عرض کنم خدمت بینندگان عزیز و اون این هستش که خود قرآن کریم که به هر حال در حوزه اقتصاد قاموس و روش و رویکرد ما هست، میفرماید که لا تؤتوا السفهاء اموالکم التي جعل الله لكم قیاما. قرآن کریم صراحتاً میفرماید که اموالت رو دست سفیه اقتصادی نده. یعنی چی؟ سفیه اقتصادی کسی نیست که مجنون و دیوانه هست. به تعبیر امام محمد باقر وقتی سوال میکنن در تفسیر این آیه شریفه که سفیه اقتصادی کی هست، امام محمد باقر میفرماید منظور کسی است که شما اطمینان مالی به اون نداری. بعضی از مواقع باور بکنید جناب آقای رجایی، پول در آوردن توی این مملکت راحت‌تر از هزینه کردنشه. یعنی در واقع یک کیاست اقتصادی و یک عقلانیت اقتصادی میخواد که این پول بی زبون رو درست در جای هزینه بکنید که نیاز عینی جامعه هست. بله. باید به سمتی رفت که اقتصاد اخلاقی بشه، نه اخلاق اقتصادی. بله. یعنی پدر و مادر خانواده باید رویکرد رو به سمتی ببرن که این اقتصاد اخلاقی بشه. خب مسلماً ما باید نسبت نیازهای خودمون در جامعه رو تعریف بکنیم با اون هزینه‌ای که در طول ماه داریم. اگر این نسبت‌ها و این نیازها رو ما نتونیم درست برقرار بکنیم، قطعاً در وسط راه میمونیم. بله. این هست که مدیریت اقتصادی خانواده باید طوری شیب اون ملایم باشه که در پایان ماه به عنوان مثال وقتی یک کارمند میخواد زندگی بکنه تقسیم بکنه، مدیریت بکنه. این مدیریت خیلی مهم هست. نسبت نیازهای خودمون رو با تناسب درآمدمون گره بزنیم و واقعا خواسته های نفس فراوان هست. بینندگان عزیز مستحضرن اگر بنا هستش که ما سراغ خواسته های نفس بریم در حوزه اقتصاد، مطمئن باشید اون کسی که 10 میلیون تومان درآمد ماهیانه داره کم میاره، همونم راضی نخواهد، اونم قطعا راضی نیست. بنابراین زنان و مردان خانه نباید از بیگانه و از همسایه الگو بگیرن، بلکه باید نگاه به زندگی خودشون بکنن. هر کس باید آقای دکتر اولویت بندی بکنه زندگی خودشو، ببینه که اولویتش چه چیزهایی هست دیگه. همینجور هست. بتونه به درستی مدیریت بکنه. امکان داره در هر صورت درآمد حتی دو تا همسایه با هم کاملا متفاوت باشه. صحیحه. همین نکته است. اسراف و زیاده روی خوب نیست. خداوند متعال که این همه تأکید دارد روی انفاق، میفرماید که زیاده روی نکنید در انفاق. حتی در انفاق، چه برسد در اسراف و تبذیر. تو همه چیز، در همه امور زیاده روی بده، حتی در انفاق. بنابراین تا زمانی که ما در خانواده داریم زندگی میکنیم، باید این نکته رو مد نظرمون باشه که حتی اون آشغالی که ما وارد سطل زباله میکنیم، در بعضی از جاها باید این صرفه‌جویی به وجود بیاد. بعضی از آشغال هایی که به تعبیر ما آشغال هست قابل بازیافت هست. بله، قابل. یعنی میخوام این نکته رو عرض کنم که از آشغال خودمون گرفته تا هزینه های غذایی خودمون، تا پوشاک و لباس خودمون و مسافرت و خودروی خودمون قابل مدیریت. بنابراین اقتصاد مقاومتی میگه فرزندان رو طوری تربیت کنید که نیازهای مشترک و عمومی خانواده مقدم بشه بر نیازهای فردی خانواده. بله. من یه مثال بزنم خدمت بینندگان عزیز. مثلا یک زمان هست بنده توی خانواده یک نیاز فردی رو احساس میکنم، یک نیاز اجتماعی. نیاز اجتماعی خانواده بنده این هست که فرش زیر پا داشته باشه، یا کولر در منزل، یا کولر داشته باشه توی این فصل گرما. بله. نیاز فردی این هست که من یک دوچرخه یا یک موتورسیکلت بخوام، تلفن همراه هستم که حالا مبتلا به جامعه هم هست.
یه تلفن همراه 2-3 میلیون تومانی. ببینید این نیاز یک نیاز فردی هست. من نمیگم نیاز نیست، نیاز کاذب هست، عین نیاز اصلی هم هست. اما اولویت برمیگرده به این اولویت برمیگرده به این که اعضای خانواده در تقدم باشن تا فرد خانواده. این یه نکته‌ای هستش که در حوزه اقتصاد مقاومتی میتونه رضایت خاطر ایجاد کنه در میان مدت و دراز مدت در بین اعضای خانواده. آیا 3 دقیقه بودیم، فکر می‌کنم که حدوداً زمان داشته باشیم. اگر که می‌خواستیم بریم به سراغ سوال بعدی، اما من فکر می‌کنم که همین بحث رو اگر که یک جمع‌بندی داشته باشیم که بتونیم مبحث رو ببندیم، ممنون میشم ازتون. بله، ببینید ما نکته‌ای که در حوزه اقتصاد مقاومتی فکر می‌کنم مد نظرمون باید باشه، مخصوصا در حوزه تعالی و تربیت فرزندان. بعضی از مواقع والدین عزیز فکر می‌کنن که اگه یه فرزندی هر چی گفت ما براش تهیه کردیم، این در رفاه است. اشتباه است. رفاه درستی است و این فرزند یک آینده بسیار خوبی خواهد داشت. در صورتی که من خلاف این نکته رو باور دارم و اعتقاد قلبی بنده این هستش که بزرگترین اشتباه این هستش که والدین جیب فرزندشون رو پر بکنن از پول و خواسته های دیگه و اون رو رها بکنن در جامعه. باور بکنید والدین عزیز و بزرگوار، پر کردن جیب فرزندان شما بدون نظارت و دردمندی شما دقیقاً کار مواد مخدر رو در خانواده میتونه انجام بده. یعنی امکان داره که اثرات سوئی داشته باشه و بالعکس جواب بده. اثرات سوء قطعاً داره و اثرات سوء تربیتیش هم این هستش که حتی اگر این فرزند این پول رو در جای مناسب هزینه بکنه، این فرزند یک فرزند طماع بار خواهد آمد و این فرزند به این نتیجه خواهد رسید که در قبال هیچ کار کردی اینها دارن صاحب پول بادآورده میشن که این درست نیست. اگر بنا هست هزینه ای رو برای فرزندانتون بکنید، در قبال یک رفتار این هزینه رو بکنید تا این فرزند تبدیل نشه به یک فرزندی که فردا مشکلات به هر حال طبیعی و مصنوعی برای خود خانواده ایجاد بکنه و به مرور خواسته های اون از شما زیاد بشه و مطالبه گر بشه از شما. درسته. آیا 2 دقیقه زمان داریم؟ میخوام ببینم که این صحبتایی که کردیم حالا به عنوان جمع‌بندی چقدر تاثیرگذار خواهد بود در خانواده‌ای که تمام این مواردی که شما فرمودید رعایت میشه. پدر مدیریت میکنه، مادر هزینه و پدر رزق و روزی حلال رو میاره، مادر این پول رو مدیریت میکنه و فرزندان میبینن این اتفاق در خانواده میفته. برای آینده فرزندان چقدر تاثیرگذار خواهد بود؟ خیلی فشرده اگر بفرمایید. بله چشم. نگاه کنید، از اونجا که مصرف خانواده در نهایت حجم مصرف کل جامعه رو دچار تزلزل میکنه، بالا میبره یا پایین میاره، من معتقد هستم که مصرف ما باید رافع نیاز عینی و نیاز واقعی ما در جامعه باشه. بله. بعضی از مواقع متاسفانه ما می‌بینیم که مصارفی که در خانه انجام میگیره، باور بکنید برای پوز دادن به همسایه و فامیل و بستگان هست و یا غریبه. من یه مثال ساده بزنم. بنده زمانی که بدهکار هستم نیازی نمی‌بینم که برم سوار خودروی چند میلیون تومانی بشم. بله. خودروی چند ده میلیون تومانی نیاز بنده نیست. اینجا نیاز بنده این هستش که بتونم نیازهای عینی خودم رو برطرف بکنم و به هر حال تقدم و تأخر داشته باشم. و الان متاسفانه دارایی‌های کم سرگردان در خانواده‌ها باعث شده که منبعی برای جذب این دارایی‌ها نباشه و مرتب خانواده‌ها برن به سمت تبدیل کالاها خودشون به کالاهای احسن، مبلشون رو عوض کنن، یخچال رو عوض بکنن. اینها خود به خود باعث میشه که در چرخه زندگی اقتصادی ما فشارهای نامرئی رو شاهد باشیم که این فشارها میتونه در کوتاه مدت حتی زمینه تزلزل خانواده رو به هم بزنه و این خیلی میتونه اثرات سوء داشته باشه. خیلی تشکر میکنیم از جناب آقای دکتر جوکار از اینکه وقتشون رو در اختیار برنامه نگاه روز قرار دادن و تشکر از شما بینندگان عزیز که بیننده این برنامه تا انتها بودید. امیدوارم که حداکثر استفاده رو از این برنامه برده باشید. تا نگاه روزی دیگر شاد باشید و سلامت بدرود.